شما تو هر داستانی ورود بکنید باید تو عالم اون داستان ورود بکنید. اگه داستان پدر و پسری تعریف میکنید یه جنسه، اگه داستان خدا و عبد تعریف میکنید یه جنسه، اگر مادر و بچه تعریف میکنید سر بچم روی نیزه، ادبیات رو ببین که امام حسین سر بچم این نیست، این ادبیات مادرانه. سر بچم روی نیزه سر باباش رو به روشه، الهی مادر بمیره نوک نیزه تو گلوشه. انشالله که این روزه حقیقت نداشته باشه.